بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز گرامی، خداوند همه شما را نگه دارد. مصیبتی حاجی عمری که امروز در بین ما و شما نیست، مصیبت تمام ملت تاجیک است. ملت تاجیک یک شخص را از دست داد، یک شخص بزرگ، حاجی عمر، نیکی ما و شما برادرای عزیز گرامی قدر این حاجی بزرگ نیافتیم و این حاجی بزرگ به سوی پروردگار خود رفت، به سوی رب العزت ذوالجلال و الاکرام رفت. همه ما از آن الله هستیم، همه از آن پروردگار هستیم. روز پیشگاه خدا می رویم، روز پیشگاه الله ذوالجلال و الاکرام می رویم. اون پروردگار، اون خدایی که ما را برای سنجش در این دنیا روان کرد، اما آدم هایی هست ملت تاجیک امروز قتال شده است، قتل میکند. ملت تاجیک از خدا نمی ترسد، ملت تاجیک از پروردگار نمی ترسد. وای به حال اون شخصایی که با آدم کشی دست میزند. از خدا بترسید، از الله بترسید. پروردگار روزه می شود، روزه می شود این قاتلان هم کشته می شود. امروز کسی را کشتی می کشند، امروز کسی شهید شد. 5 مرتبه شهیدی در حاجی عمر. حاجی عمر که امروز با خدا ملاقات دارد، با پیغمبر ملاقات دارد، با صحابگان کرام ملاقات دارد. حاجی عمر که امروز پیغمبر شد دوست می داشت، قرآن شد دوست می داشت، حج محرم خانه خدا را 10 بار زیارت کرد و در زیارت خود در عهد و پیمان خود نوشته بود، گفتک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک. خدا گفت ای پروردگار، من از اون وعده هایی که در این خانه تو میکنم هیچ وقت نمیبرایم. در این راه شهید شد، به سوی خدای بزرگ رفت، به سوی پروردگار رفت، به سوی اون الله ذوالجلال و الاکرام رفت، به سوی اون رب العزت و الاکرام، به سوی اون خدای بزرگ رفت، به سوی اون پروردگار بزرگ رفت، به سوی اون الله رفت. اما شما مردم تاجیک حالی هم خاموش هستیم، حالی هم ما خب هستیم، حالی هم ما ندا نمیکنیم. چرا ما حاجی عمر نمیشویم؟ چرا امروز ملت تاجیک از این حکومت رژیم خونخوار خونزار خونی مردم خورده ساده است، خسته شده است. ما از پروردگار من طلب داریم و خواهش داریم که پروردگار بزرگ، پروردگار متعال، پروردگار ذوالجلال و الاکرام، خدا یک حکومتی عادلانه خدا ترس خداجو برای ملت تاجیک با نصیب بگردوند. ملت تاجیک خسته شد از این حکومت. این حکومت به نهایت از خدا نمی ترسیده است، از الله نمی ترسیده است، از پروردگار نمی ترسیده است. این با پروردگار چگونه این حکومت رو فرو نشیده باشد؟ ای کارگرای حکومت، ای مدعیان دروغین، ای ملاها و داملاهایی که امروز شما تعریف میکنید، همه وقت این شما یقینا دانید پیشگاه خدا دست و پا بسته شده. پیشگاه خدا می روید، چگونه عمر علی قوت و دست و پا بسته شد، منح بسته شد، از گبمان از شما قهر کرد. اگر 1000 بار می رفتید پیش عمر علی قوت دیگر با شما صحبت نمی کرد، زیرا با دنیا خیر خوش کرد. دنیا را ملعون گفت، دنیا ملعون است. اما شما برای دنیا قیامت تان از دست داده، قیامت شما از دست می رود. انشاءالله من صحبت خود در اینجا به پایان می رسانم. انشاءالله وقت ساعتی چند دقیقه دیگر مونده است، پس صحبت طولانی میکنیم. خداوند یار و مددگار همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جان خدا نگهبانت باشه. شعر نر. الله اکبر. برادر عزیز مهربان گراک شو، دوان در امانش نگهدار باشه. برادر الو، هم برادر گفت که من ژورنالیست رادیو آزادی هستم، شما چون نامردا حق گپ نمیزنید همون رادیو آزادی؟ من پستیانی اینترسواد میکنم همون سایت شما